بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شرایط سرد و طاقت فرسا است. هموطنان عزیز ما نیاز به کمک و دستگیری دارند. شما نیازمندان حتما کمک و دستگیری کنین بر اندازه که توانایی دارین. هوای سرد و طاقت فرسا است. طبق آمار که شده نزدیک به 4 میلیون انسان در افغانستان در واقع زیر خط البته خطر زمستان است که اینا هرچی زودتر باید کمک و دستگیری شوند. لینک ها مشاهده میکنین. مادر کمال امان‌الداری سالت انجام بده.